درود به شما دوستان عزیز. دوستان، چسبی که من استفاده میکنم برای نصب کاغذیواری چسب آیستر گلده. چسب بسیار با کیفیتی است. این نوع چسب پودریه که باید با آب ولرم حلش کنیم و پیمانه که ما داریم برای این چسب یک لیوان یک با مصرفه که ازش حدود 2 سانت سرش خالیه و داخل یه سطح 12 کیلویی که حدود 5-6 سانت از سر سطح خالیه. اینو ما آب ولرم تعیین میکنیم و پودر چسب رو کم کم به آب اضافه کنیم و همزمان آب رو هم میزنیم با همزنمون که چسب گوله گوله نشه. دقت کنید که چسب رو کم کم ذره ذره به آب اضافه کنیم. وقتی که چسب رو کامل ریختیم تا 2 دقیقه قشنگ باید هم بزنیم که چسب ته‌نشین نشه، کامل چسب یه نواختی به ما بده و 2 بار دیگه با فاصله 5 دقیقه‌ای اینو کامل هم میزنیم که چسب یه نواخت بشه. چسبی که ما الان ساختیم داخلش حباب داره، مشخصه که هنوز چسب کامل باز نشده. 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان میخواد که چسب کامل باز بشه. یک بار دیگه هم کامل به همش میزنیم که چسب خوب باز بشه. چسب قبلی است که آماده بود، حالت یه نواخت شده و به چسب چوب هم اضافه کردیم که الان داخل این هم میخوایم چسب چوب اضافه کنیم. فقط یک قاشق غذاخوری داخل چسب چوب میریزیم. دوستان دقت کنید که فقط برای رنگ‌های روشن، رنگ‌های سفید یا کرم خیلی روشن است که ما چسب چوب میریزیم. برای رنگ‌های تیره به هیچ عنوان چسب چوب استفاده نمی‌کنیم. مرسی از همراهی شما عزیزان. شاد و پیروز باشید.